برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام تماشابینان گرامی، در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه درباره مرز ناموسی منصبداران تاجیک و هم ملت عزیز صحبت میکنیم. ناموسی که وقتهای اخیر موجودیتش زیر سوال رفته است. در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان امروز بحث داغ رانده شدن یک رهبر مکتب در ازبکستان است. اصلا از وظیفه سبکدوش شدن یک رهبر مکتب نه تنها در یک کشور، حتی در ناحیه خبرساز نیست. چنین خبر میتواند تنها در یک دهه و حتی محله مورد بحث و مناظره باشد. ولی چرا از وظیفه سبکدوش شدن یک رهبر مکتب، آن هم در اندیجان ازبکستان، شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان را داغ کرد و ده ها نفر این خبر را بازنشر کردند و صدها نفر زیرش شرح نوشتند. چیزی که کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی را وارد این بحث کرده است، سبب برکناری معلم است. معلم به آن خاطر از کار رانده شده است که خوانندگان را برای پیشواز مهمانان با لباس تنوک برای چند دقیقه در هوای خنک به بیرون برآورده است. آن هم نه هنگام درس، بلکه ضمن تنفس. رسانه‌های ازبکستان خبر می‌دهند که برای آموختن حادثه از جانب ریاست معارف خلق ولایت اندیجان یک گروه کاری تأسیس داده شده است. از روی نتیجه های تحقیقات آشکار گردیده که به مکتب رقم 43 اندیجان یک گروه تبلیغاتی عبارت از ضیائیان، رسامان، خادمان علم و فرهنگ، همچنین چند فعالان ساحه‌های دیگر تحت شعار ازبکستان نو، جهانبینی نو مهمان می شوند. خوانندگان مکتب برای حوله مکتب تنها برای پیشواز و تماشای مهمانان همگی به مدت 2-3 دقیقه می برآیند. همگی به مدت 2-3 دقیقه. این هم با مقصد ایجاد یک آلبوم عکس‌های چهاره‌بینی بوده که با معاون دیرکتور مکتب عاید به کارهای معنوی و تربیوی عکس برداری کرده شدند. حالا فرصت کوتاه تنفس به آخر نرسیده، خوانندگان باز به صنفخانه ها وارد شده اند. در خبر همین خیلی آمده است. والدین خوانندگان گفتند که از این حالت آنها هیچ اعتراض ندارند، زیرا فرزندانشان مدتی دراز در بیرون نبودند. با وجود همین هم اجرا کننده وظیفه رهبر مکتب تحصیلات همگانی رقم 43 اندیجان و معاون رهبر عاید به کارهای معنوی و تربیوی مکتب بنابر نسبت سلامتی و امنیتی خواننده در مکتب بی‌پروایی ظاهر کردنشان از وظیفه هایشان سبکدوش کرده شدند. در خبر آمده است که ریاست معارف خلق ولایت اندیجان از رهبران، معلمان و کارمندان تمام سیستم دعوت کرده که نگذارند چنین حالتها به سلامتی و امنیت طالب علمان تاثیر رسانند. فهمیدید تماشابینان گرامی؟ شنویده ایستادید محترم معلمان مکتب ها در تاجیکستان. اکنون به تاجیکستان میگذاریم. دوام بیش از 20 ساله که در تاجیکستان هزاران خوانندگان مکتب زیر برف و باران و آفتاب سوزان در سردی های زمستان و گرمای تابستان گرسنه و تشنه ساعتها زیر آفتاب نگاه داشته می شوند، هیچ رهبر مکتب، بخش معارف، رئیس ناحیه یا ولایت جزا نگرفته است. شنیدید شما که کسی به خاطر به کوچه برآوردن خوانندگان برای پیشوازی منصبداران جزا گرفته است؟ من نشنیدم. ده ها حادثه مرگ در این پیشوازگیری ها ثبت شده اند.
تنها قسمت بسیار کمی آنها رسانه‌ای میشوند چون مقامات والدان خوانندگان جان باخته را مدت زیاد زیر فشار میگیرند تا کمترین خواهش برای اعتراض در آنها باقی نماند. ما دلیل های از مرگ 2 خواننده دختر در کانیبادام، 2 نفر در خوجند، 1 نفری در پنجو ناحیه جلال الدین رومی در دست داریم، اما والدانشان راضی نمی شوند خبر رسانه‌ای شود. آنها را تا حد ترسانده اند که از سخن گفتن درباره جگربندان فدا شده اشان در راه پیشوا وحشت دارند. اگر قبلا خوانندگان مکتب به خصوص دختران قدرس مردم به پیشواز رئیس جمهور برآورده می شدند، حالا رئیسان ولایت و ناحیه هم در پیروی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت طلب میکنند که در سفرهایشان به دهه ها دختران مردم تن کرته های تنگ و اطلس و ادرس بدون رویمال و حتی پاجامه به پیشوازشان برآورده شوند. پاجامه پوشیدن نمیمونند دخترها را، رویمال پوشیدن نمیمونند، باید کرته های اطلس و ادرس نیست تنگ باشند، آستین نداشته باشند. در اکثریت حالت هوا هرچند خنک هم باشد، برف باشد، باران باشد، فرق ندارد، یگان لباس گرم پوشیدن نمیمونند از بالای این کرته ها. باید انا همین خیلی تنگ و تار از منصبداران این دختران پیشواز گیرند. انا همین است که از کار رانده شدن یک رهبر مکتب در کشور همسایه برای به پیشواز مهمانان برآوردن خواننده ها شور در شبکه های اجتماعی تاجیکی افکنده است. آخرین مثال تحقیر و اذیت خوانندگان مکتب هم چند روز پیش انیقترش در روز پرزیدنت در ولایت ختلان رخ داد. خوانندگان مکتب برای پیشواز مهمانان عالی قدر در چهره رئیس این ولایت قربان حکیمزاده یاور رئیس جمهور عبدالجبار رحمانزاده زیر باران و با لباس تنوک به بیرون برآورده شدند. هم چند روز پیش طلبک به دست با شعر و سرود و موسیقی اعلی حضرت رئیس را خوانندگان در زیر باران خیر مقدم گفتند. در عکس های پیدا شده در شبکه های اجتماعی دیده می شود عبدالجبار رحمانزاده یاور رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، خیرنسا یوسفی معاون رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی، قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان با همراهانشان و حتی یک معلمی که شاید رهبر مکتب باشد زیر چتر ایستاده اند، اما حدود 20 خواننده مکتب تبلک در دست برای آنها موسیقی می نوازند. این رئیسان نه تنها زیر چترند بلکه چتر بردار هم دارند. از عقب چند چتر بردار دارند و اینها چتر برداشته ایستاده اند بالای سرشون. بعد اعتراض مردم در شبکه های اجتماعی به این تحقیر و اذیت خوانندگان و به رسانه ها راه یافتن قضیه، ناصر جان مامورزاده سخنگوی حکومت ولایت ختلان نوشت با تمام مسئولیت میگویم که یگان خواننده مکتب زیر باران شعر نگفته است، تنها یک پاره موسیقی زدند که آن هم زیر سایبان. ناتوان نباشیم دوستان. به مردم مراجعت کرده گفته ایستاده است که ناتوان بین نباشیم. ببینید عکسی که رسانه‌ای شده است در آن چی دیده می شود؟ در عکس هیچ سایبان در بالای سری خوانندگان دیده نمی شود و با کم دقت می توان مشاهده کرد که آنها در بارانگری هستند.
زیر پای خوانندگان کاملا تر است. در 2 سال اخیر اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاستمداران مخالف به این پیشوازگیری‌ها افزایش یافته است. به خصوص به پیشواز رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها برآوردن خوانندگان. بیشتر اعتراض‌ها را عکس‌ها از افتتاح داروخانه بیطاری در ناحیه تیمورملکی ولایت ختلان صاحب شد که اجرا کننده وظیفه رئیس این ناحیه به دهه برای افتتاح داروخانه بیطاری رفته بود و جوان دخترانی به پیشوازش برآورده شده برایش شعرخوانی می‌کردند. بعد شدت گرفتن اعتراض‌ها گویا این گونه پیشوازگیری‌ها کمتر شده است، اما منبع‌های ما میگویند تنها عکسگیری از این گونه معرکه‌ها تنظیم شده است. یعنی به عکاسان اجازه نمیدهند خوانندگانی به پیشواز رئیس ها برآمده را عکس برداری کنند. عکس برداری منع شده است. در اصل بیشتر رئیسان ولایت و ناحیه ها را ضمن سفرهای کاریشان با تنتنه و شعر و سرود پیشواز میگیرند. متاسفانه تحقیر و اذیت دختران نورس تنها با رئیسان و وزیران رئیس جمهور تمام نمی شود. یعنی تنها مسئله داخلی نیست. دختران قدرست که مخصوص زیباترین و خوشقد و قامتترین هایشان انتخاب می شوند برای پیشواز مهمانان خارجی نیز برآورده می شوند. حقارت بارترین حالت های پیشوازی مهمانان خارجی پیشواز یک فاشیست روس با نام تیسک و رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی بود که هر دو همیشه تاجیکان را تحقیر می کنند. در 10 برآمدهایش اینها تاجیکان را تحقیر کردند. تحلیل چند ساله سطح فرهنگ و دانش منصبداران و راه‌های رسیدن به منصب و فعالیت اداری آنها نشان می‌دهد که توقع عدل و انصاف و حتی شرف و ناموس داشتن از چنین نفران خودفریبی است. به منصب در تاجیکستان اساساً آنهای میرسند که از این خصلت‌ها بهره ندارند یا ناموس خود را برای صاحب شدن به منصبک سرکوب کرده‌اند. ناموس خود را سرکوب کرده‌اند تا به منصب صاحب شوند. چون انسان صاحب ناموس به خود حق نمی‌دهد به این گونه بی‌ناموسی ها راه دهد. بگذار این یک بحث دیگر باشد چون بحث طولانی است. تنها همین 2 عکس تمام حسیات عدل، انصاف، آدمیت، شرف و ناموس مردانی ایستاده در آن را بیان می‌کند. ببینید آنی که خود را مرد می‌حسابد حد مردیش باید چقدر باشد که خودش زیر سایبان بایستد و 10 دختر یک طرف، حتی یک دخترک یا زن زیر باران باشد. چقدر انسان بی‌ناموس باید باشد که به این راه دهد. چقدر انسان باید بی‌وجدان باشد که به این حالت راه دهد، به این حالت صبر کرده تواند خودش در زیر چتر خدمتگزار مردم، منصبدار، چند نورس بیچاره، فرزند مردم زیر باران تنی کرته. از قدیم نه تنها مادر و همسر و دختر بلکه دختر و همسر همسایه، هم محله، هم دهه و حتی هم ملت برای مرد تاجیک مرز ناموس بود. نه؟ نادرست میگویم؟ تحقیر یک دختر در آن سوی کشور مردان غیور سوی دیگر را به نعره در می آورد و به پا می خیزاند. حالا چی؟ ای دوستان، تاریخ صدها جنگ را به یاد دارد که به خاطر تحقیر زن شروع شده است.
اما امروز چه؟ امروز از غیرت و جسارت مردان تاجیک همین قدر باقی مانده که جسارت اعتراض به تحقیر سراسری دختر، زن، مادر در کشور را ندارند و اما برای از کار رانده شدن یک رهبر مکتب در کشور دیگر خوشحالی میکنند. انا ناموس. تماشاگران گرامی، به نهایت برنامه تحلیلی دیدگاه رسیدیم. برنامه‌های دیگری رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نقطه نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. نظر و ملاحظه‌های خود را لطفاً نویسید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. تا فردا، خداحافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.